یک ضمیر ناخودآگاهی دارن که یک گرایش جنسی به مادرشون دارن و پدرشون رو رقیب خودشون میدونن. تو میخوام خیلی دوستان بگم یه دختره شنیدی رفته با 4 نفر توی شمال فیلم درست کرده؟ پولدارا نمیتونن راحت سرشون بزنن رو بالش بخوابن. میدونی حرف خودش بود واسه من اینا رو میزد. بعد خب مادر وقتی این حرفا نمیزنی چون موقعی که جدیه نمیای نشون بدی، موقع حرف فقط همیشه از هر روز شوک کردنه. ولی ما تو فارسی میگیم میخوام بهت بدم، میخوام بکنی. اینجا یک ارجعیتی فرهنگ شرق داره. از اولش میدونستم اشتباهی منه، ولی وقتی که دیگه آروم شدم 2-3 بار بعد از اینکه داستانم شد ازت معذرت خواهی کردم. به هر حال میگن که آدم‌ها لابیاشونه که قدرتشون رو میسازه. تو امر سیاست نگاه، من داشتم با یکی صحبت میکردم، میگفتم که به نظرت یک دندانپزشک با معدل 20 میتونه یک کشور رو خوب اداره بکنه یا یک بیسوادی که لابی داره میتونه تعامل بکنه با دیگران؟ کدومشون میتونن بهتر کار سیاسی انجام بدن؟ خود طرف بعد صحبت متوجه شد که کسی که لابی و ارتباط داره تاثیرگذارتره. تو نمیتونی بری بشینی یه جا بگی سلام من دندون پزشکم، خوب هستین؟ نفت میخواستم. یارو همونجا در میاره میگه لای نون بذارم یا همینجا خالی میخوری. یعنی وقتی که بحث اخلاقی میشه یه وجهیه، وقتی که سودجویی یه وجهیه. من حتی سودجویی رو توی پدر مادرم هم میبینم. آدمای شریفی هم. دزدی تا حالا ندیدم ازشون، ولی تو همون حالت خودشون بگو نیستش الان مثلا یعنی هنوز درگیره اینه که مثلا تو خانواده میرم میبینم عمه با خاله رفتیم خونه اون تو خورشش گوشتش کم بود، پس دفعه بعدی اومد یه خورشی درست کن که گوشت نداره. در حین این که ما درگیر هستیم شما میبینید که ایلان ماسک داره چیکار میکنه تو دنیا و ما این سرمایه هامون پول هامون رو در راه چی داریم خرج میکنیم؟ در راه کلکل دکور مبلمان خونه و خورشت و عمه اینو گفت عمو اینو گفت و فلان. بعدش هم که خیلی خفن باشی به قول تو سرت کلان تو آخر عمرت و این خیلی برای من دردناکه، خیلی دردناکه. یه نفر بشینه اینجا ننه منو یه چیزی بهم یاد بده خیلی برام ارزشمندتر از اینه که یک نفر با نوع زندگیش هر روز مادر منو و هیچی به من یاد نده. من هنوز که برمیگردم خونه مادر بزرگم اینا گاهن میبینم هنوز بعد 30 سال دارن چای میخورن ظهر بعد غذا و دارن غیبت میکنن. فکر میکنی فقط ما اینجوریم؟ همه اینجوریم. به خاطر اینکه هیچ چیزی وجود نداره که تو بهش تکیه بکنی وقتی از خونت میای بیرون. چند وقت پیش داشتم سوال به این فکر میکردم، هر جا احساس کردی و قطع کنی قطع کنم. نه خیلی عالیه. چند روز پیش داشتم به این فکر میکردم، میگفتم پدر مادر من که اینقدر نگران من بودن فقط زر میزدن. چقدر من تو کوچه ها رفتم پیش آدمایی که مواد تو جیبشون بود، چقدر من رفتم توی کوچه هایی که آدما تو جیبشون چاقو بود، چقدر ترامادول دیدم تو جیب آدما، چقدر شیشه دیدم، آدم پایپی دیدم. اگه من 1% میرفتم توی این کلونی ها، چون میدونی که کلونی خیلی تاثیر میذاره. تو اگه همه رفیقات بوکسور باشن هر روز دارن جلو هم دیگه با هم فایت میدن، تو مجاب میشی بری رزمیات بگیری، مجابت میکنه. یعنی تو نمیتونی یا باید کامیونیتی رو عوض کنی یا نمیتونی هی تو اون کامیونیتی بگی بچه‌ها بیاید میخوام براتون یه شعر سعدی بخونن. خب یا مثلا بچه‌ها بیاید گل بزنن، یا مثلا همه نشستن مثلا 4 تا پیر پاتال بچه‌ها بیاد واسهتون گیتار بزنن، اما گیتار رو میکنن تو کونت با سیمش هم دارت میزنن. پس کلونی ها خیلی مهمه. میگم آقا پدر مادر من که توی زندگیم اینقدر احساس میکردن که خیلی مراقب من هستن و با چک و لغت میخواستن منو تربیت بکنن، وقتی من تو کوچه و خیابون بودن چه پلنی داشتن برای من؟ جامعه من چه پلنی؟ هیچی. یعنی لختی. وقتی از خونت میای بیرون تو یک جامعه، تو خیلی از جامعه همینجوریه، تو لختی نوع هستی، شیرینگی. انگار کارخونه اومدی بیرون، حالا دیگه بستگی به شانست که جلوت یه نفر داره نوازندگی میکنه تو رو بکشونه به سمت موسیقی، جلوت یه نفر داره شیشه میزنه تو رو بکشونه به سمت خودش. هیچ عامل بازدارنده ای از خانواده نیست. پس وقتی خانواده های ما اینقدر فشله، تکیه کردن به ادوایزاشون خود شعره.
و تکیه کردن به ادوایز یه آدمی مثل سهیل اقتصادی خیلی کمک میکنه به جوونا. یعنی از نظر من سهیل اقتصادی که اومده یه برنامه درست کرده که آقا به من زنگ بزنید، با من صحبت بکنید، خیلی میتونه بهتر کمک میکنه به یک جوونی تا اینکه مثلا مثل باباها، مثلا باباهای ایرانی هنوزم همینم. مثلا چی؟ مسواک زدی؟ درساتو بخونی ها؟ مثلا چیه؟ به عنوان بابا انتظار داری بچت بگه نمیخونم مادر چشم پدر میره تو اتاق دیگه. منظورت چیه از اینکه درساتو بخونی؟ و این جاست که جوامع مدارس سهیل از بین میره. یعنی من خیلی نگران اینم. تمام این جوانای داخل ایران درگیر اعتیاد ناخواسته هستن. من میگم خواسته اعتیاد نیست، داره کیف میکنه، داره حالشو میدونه، داره چی کار میکنه. راست میگی. میدونه باید صبح پشت کوکشو بزنه، فرش باشه، بره انقدر $1000 در بذاره جیبش، به ریش همتونم بخنده که نمیتونید بخورید. انقدر قدرت داره که میتونه هر کاری بکنه. دقیقاً اینا این میدونه داره چی کار میکنه. ولی ما توی جوونامون نگاه بکنی هی دنبال ما چی کار کنیم. شیشه بزنیم کنکور قبول شیم، شیشه بزنیم لاغر شیم. ببین این بافت جامعه ایرانی. حرفم بهشون بزنی خفه شما 3000 سال تمدن داریم بی پدر مادر. به فرزند کوروش میگی شیشه نکش. نمیدونم نظرت چیه راجع به این؟ نه واقعا اینی که من کلا خیلی با چیز باستانیمو مشکل دارم. یعنی که هر چیزی میگن سنت رسم و رسومه، من میگم خب آقا یه زمانی هم رسم و رسوم بوده که دختری که تا حالا با کسی نبوده رو بکشن که بارون بیاد. باید یه خورده سرعت عوض شدن باید عوض شه. قبل تا 100 سال پیش آروم بوده، الان به خاطر تکنولوژی ما باید خیلی سریعتر پیشرفت کنیم، ولی خدا وکیلی هیچی داره عوض نمیشه. هر کی هم حرفی میزنه سریع دشمنش میکنن. بعد ایرانیام خوراک اینن که با یکی سریع دشمن شن. من یه دونه ویدیو درست کردم فکر کنم الان نزدیک 10 میلیون ویو گرفته. توش گفتم آقا برای چی ما 4 تا ز داریم؟ چرا نمیایم فارسی رو آسون تر کنیم؟ کشوری که مثلا دارن به عقلشون فکر درست کردی؟ یه دونه شورت کوچولوئه، یه دونه شورت یه دقیقه‌ایه. اوکی فکر کردم گفتی دیویدی درست کرد. اوکی. بعد توش میگم که آقا این زبون فارسی دمش گرم، فلان رستم و سعدی و همشون تو باسن بنده، ولی میگم آقا ما الان لازم نداریم وقتی داریم به بچه 7 ساله فارسی یاد میدیم بهش بگیم 4 تا ز یاد بگیر، نمیدونم 3 تا ه یاد بگیر، 3 تا س یاد بگیر، 5 تا خ یاد بگیر. میگم بی خیال شیم دیگه، ببینیم آسونش بکنیم. بعد یه سی اومده بودن که مثلا جو باشوری گرفته بود، مثلا زده بود مثلا 2 تا لغتی که با ز و ز مثلا فرق دارن نوشته بود. خواستم بگم خب مادر هر ز کلا ما مثلا 40 تا لغت داریم که ز و زشون یکیه. خب بیا اینو یه خورده عوض کنین، 2 تا ز بذارین توش، نمیدونم یه جوری بکنین که بدونه. بعد کی مثلا تو منظور حرفا رو میفهمی دیگه. تو فارسی که ما نه کاما میذاریم، نه 2 نقطه میذاریم، نه سمیکالن میذاریم، همینجوری فقط می‌نویسیم و فارسی نوشتن دیگه. من می‌دونم چه فارسی می‌نویسیم. البته فتح و کسر و ضمه و اینا داره با اون فرهنگ عرب قاطیه. ببین اللحاظ تو من میدونم حرفت چیه. تو میگی آقا سریع ترین راه رسیدن به هدف درست ترین راهه. یعنی این که من بتونم سریع ترین حالت ممکن بچه‌مو یاد بدم حرف بزن، بنویس، حالا برو جلو. این سریع ترین راه برای پیشرفته. ولی کسانی که توی بحث ادبیات فعالیت میکنن میزنن تو دهن این تفکر به خاطر اینکه اینو جزو غنی بودن ریشه های ادبیات فارسی میدونن که حالا چون با عربم قاطیه بعد یه سری تمایزات نسبت به اون چیز عرب داره و اینو علاوه نگاره خب چیز قوی تریه دیگه. ما همینم اگه نگاه بکنی ارزم به حضور توی خود بحث فانولوژی و فانتیک هم داریم. یعنی کسانی که فانولوژی و فانتیک بلد نیستن توی خیلی از کلمات انگلیسی دهن یارو من اینو چجوری تلفظ کنم، حتی انگلیسی‌های بومی، آمریکایی‌های بومی. یعنی این بحثا توی ادبیات هر کشوری هستش و یه جور قنای ادبیه. ولی واسه کسی که مثلا حرف تو جایی درسته، حرف تو اینجا درسته که آقا من بچه‌م میخواد یاد بگیره که آقا فیزیک کوانتوم چیه، بچه‌م آقا الان درگیره اینش بخوام بکنم تو مدرسه شما بخواید به خاطر این بندازینش یه ترم هیچ موقع به اون سورس نمیرسه. از این بابت حرف تو میشه اینو گفتش که آقا شما باید یک سیمپلیفایزیشنی انجام بدید که بتونید چیکار بکنید، حق انتخاب بذارید. حالا آقا تو میخوای برید
ادبیات رو بخونی، حالا تو میخوای بری این کار بکنی، که وضعیت ما خیلی عقب‌تر از اینه. ما همینی هم که داریم ازش استفاده نمی‌کنیم. همون فارسی راحتی که داری میگی هم الان به درد کسی نمیخوره. یعنی جامعه یک جوریه که من اینو کامل با جوانتر از خودم، منم دیگه دارم کم کم پا به سن میذارم دیگه، نگاه میکنم اینا تا وقتی که درس میخونن میرن مدرسه میگن آقا همه چی اوکیه. خانواده هم نمیگه بهشون خب حالا تو میخوای چی کاره بشی؟ الان فکر کردی 18 سالته داری درس میخونی مثلا همه چی خوبه فیکسه؟ فکر کردی تأمینی؟ فکر کردی مثلا الان مایکروسافت نشسته اونجا که تو بری واسش کار بکنی؟ فکر کردی بهت حقوق؟ اینا رو نمیگن. و تو نمره‌تو بیار، بعدش هم که طرف مثلا میخواد کنکور برو دکتر شو، تموم میشه. این میشه ادوایز خانوادگی ایرانی که اون فرزند تو خانواده‌اش اصلا مونده. میگه آقا بعد طرف بلد نیست رابطه برقرار کنه، میاد بیرون رفیقای پسرش جیبشو میزنن تو خرج کن. میره جلوتر دختره میاد قلبشو میشکونه، جیبش هم میزنه، مادرش هم، باعث میشه که با خانواده‌اش هم درگیر بشه. شکست عشقی میخوره، میخواد خودش رو ریکاوری کنه، میگه خب بریم حالا مواد بزنیم، الکلی میشه یا تو دود غرق میشه یا به فنا میره. آخر میبینی یه چیز اینجوری از یارو مونده، تازه 30 سالشه. میگه آقا اینم بچت خدمت شما، 3000 تومان هم پول پستش میشه، گذاشتیم در خونه‌تون، تو جوب پیداش کردیم. پس این راه، یعنی چرا اینجوریه؟ چون هم خانواده هم همینجوریه، بابا هم همینجوری بزرگ شده. بابا هم موقعی که زده تو سرش برو اینو فقط پس کن، حالا این کارو کردی، سربازیت هم برو، آقا گرفتی، یه شغلم برو پیدا کن، یه حقوق بهت میدن، خاک تو سر، اوکی، حالا بی برو دخترمت هم بگی کنش کردی، خوبه دیگه، حالا بچه دارم بشو. ای بابا، شاید این میخواست دو زندگی 90% آدما رو گفتی. آره، شاید این آدم قرار بود، چون اگر ما چیز داریم به نام انتروپی. این انتروپی که حالا من خیلی میخونم راجبه کازمولوژی، اینو یاد نمیگیرم، هر چی میخونم یاد نمیگیرم، خیلی پیچیده است. ولی وجود این انتروپی باعث میشه که بالاخره یکی از ماها هستیم که ادیسون بعدی خواهیم بود. یکی از ماها هستیم که در علم روباتیک، در ساینس، در پزشکی، در تمام صنایع تغییر رو قرار ایجاد بکنیم، یا به صورت کلونی یا به صورت انفرادی. بالاخره یکی از ماها هستیم که داریم زندگی میکنیم دیگه. خب شاید یکی از همین ماهایی که اینجوری زندگیش به میره قرار بود کاری بکنه که ما بتونیم بریم روی یک سیاره دیگه زندگی بکنیم. شاید قرار بود اون کاری بکنه که ما خیلی از کنسرها رو درمان بکنیم. شاید قرار بود یه برنامه درست بکنه که ما چت جی پی تی رو بذاره تو جیبش. چرا همه رو کردید پوشاک فروش و دلال ماشین و تعویض روغنی و اینا؟ چیزای بدی نیست، ناخواسته میگم کوکائین زدن چیز بدی نیست اگر بدونی داری چیکار میکنی. چه برسه به این چرا آدما رو ناخواسته میذاری تو جایی که عذاب بکشن؟ بعد سطح بازدهی اون فرد چیه؟ جنستونه 5000 تومان میشه. یارو با خوش درگیره، یارو معلومه ناراحت از زندگیش، میگه بچه بودم میخواستم فضانورد شم، میخواستم بزرگ شم، انقلاب کنم تو زندگیم، نه اون تحصیلاتی که خواستم رو دارم، نه شغلی که دوست داشتم دارم کار میکنم، نه دیگه وقتشو نه دارم، زنی که اون زنی که تو ذهنم بود و دارم، نه تونستم بچه‌مو پرورش بکنم، نه تونستم یک رفاه برای خانوادم بیارم. ناتوانی خیلی چیز بدیه. ناتوانی در سطح یک خانواده واقعا نابود کننده است. یک پدر وقتی ببینه که یه عمویی وجود داره تو کوچه میتونه واسه بچهش ماشین کنترلی بخره ولی خودش نمیتونه، زبونش دیگه تو کونش میره. وقتی یک پدر به این نقطه برسه همه چیشو دیگه باخته. یعنی طرف حتی نمیتونه بچهشو ارضا بکنه. بعد فکر کردی اون بچه میاد مثلا تو نصیحت میگه همون عمو میاد زن بابارم میکنه چند وقتی میدونه به بچه‌م علف اولشو میفروشه. آره، مثلا مرد اینو حس میکنه که وقتی یک آلفا میاد، آلفا اصلا رد میشه، مرد سری گارد میگیره. یه آلفا میاد توی جمع، یه سوال اقتصادی مثلا بیاد توی جمع، چم توی جمع در و داغون، همه مردا میان مادر کج را میره. آره
سریع میخوان چیزش کنن، نابودش بکنن که نذارن، چون میدونه، حس میکنه انسان یا این آدم قدرتمنده، این آدم اگه بخواد میتونه منو اذیت بکنه، اگه بخواد میتونه روی زندگیم، روی چیزی که چیدم تأثیر بذاره. حالا یه عده دیگه پدر مادرها هستن رو میارن به تنبیه فیزیکی برای حفظ این تریتوری خانواده و این افتضاح و فاجعه است. شاید میتونم بگم نسل تو، نسل من، خیلی یعنی از دهه فکر میکنم از زمان صفویه به اینور این الگوی پدر مادرای یک سری از جامعه ایرانی بوده که بزن تو سرش، بزن تو سرش بکشه و اصلا به این فکر نمیکنه که تو به این مریضی میدی و باعث میشی این بزنه تو سر یه زن دیگه، یه دختر بدبخت یه خانواده دیگه، یه بچه‌ای که حق حیات داره اومده بیرون میخواد حرف بزنه میزنن تو سرش. عموم بچه‌های ایرانی رو نگاه بکنی سهیل، در بچگی کالرفول و پر از رنگ و استعداد هستن، لباس‌های رنگی میپوشن، نقاشی میکنن و کم کم وقتی بچه‌های داخل ایران رو نگاه بکنی اتاقاشون خاکستری میشه توی سن 25-6 سالگی، رنگ میره، اون شادی و اون ذوق میره و همشون مثل سربازان سوویت، مثل شوروی سابق در حال کندن معدنن. اسنپ، نمیدونم پادویی، نمیدونم فروشنده، اونم که خوشو میکشه میاد بیرون همین کاری که تو داری میگی این ور آب انجام میده. یعنی همون اسنپ اینجا، همون پادویی اینجا. اصلا میگم به اینو بارها گفتم، تغییر لوکیشن آنچنان تغییری در ذات تو ایجاد نمیکنه. یک سری اکسس‌ها و یه سری اکویپمنت‌ها میاد جلوت، بلدی باش بسازی. همین الان من همیشه مثال میزنم، همین الان کیتی پری بیاد پیش من بگه این ابی رود انگلستان، من کیتی پری، این مارکت آمریکا، آی رضا فرشته، آی ایکس، یشو داری دستتو ببری سمت پروژه موسیقی؟ وجود و مایه‌شو داری که انقدر زر میزنید ما در محدودیت ها در ایران؟ یارو نشسته داره آهنگ شلغم من را که دزدیده فالش میخونه، میگه من هنرمندم، زندگیم نابود شده، تو ایران جای هنر نیست. ببین یه سری زرت و زورتای زیادی باعث میشه که همدیگر رو تایید بکنن. همه بدبختن، اینجوری بار اومدن، همه همدیگر هم تایید میکنن. آره بابا ما اگه آمریکا بودیم الان 3 تا برج داشتیم، ما اگه مثلا فلان بودیم، تسلا چیه؟ من میگم به حال اینا میخوان بقا داشته باشن دیگه، اینا میخوان چون اگه قبول بکنن که باید بپذیرن که مردن. یعنی اگه یه آدم بپذیره که هیچی انی نیست، خیلی باید ذهن قوی داشته باشه که بتونه خودش رو تحمل بکنه. آدمو اصلا میگه نه، کی گفته من بدم؟ کی گفته فیلم من بده؟ کی گفته ماشین ما بده؟ نه، کی گفته من نوازنده بدیم؟ کی گفته من بازیگر بدی هستم؟ خیلی برای من عجیبه. دفاع میکنن، هیچ موقع نمیان بگن آقا راست میگی ها، من ریدم. تو یک بار دیدی یه نفر بیاد تو فرهنگ ایرانی؟ همشون دارم یه ترک میدم بیرون، دنیا میخواد بپاشه، بعد 2 هفته بعد میبینیش میگه ترک چی شد، خیلی خوب نبود، یه داشیمون قرار بود اینو بزنه اون نزده بود نشد. آره آفرین، یکی هست، یه شخص سومی هست که اون ریده توش، میکس مسترش خوب نشه، دادیم ترکو بیرون. آره ترکو بعد موقع دادیم بیرون. آخه خواهر اگه کوینسی جونز بود مثلا تو چی می‌خواستی؟ اگه مثلا فکر کردی مثلا مایکل جکسون اینجوریه، تریلر رو بعد موقع دادیم نگرفت. خواهر دنیا دارن باش میترکونن و خواهن ترکون اصلا دیگه. یا مثلا اینا که میخوان بیان تو فضای مجازی تازه، میدونی چیه مرزی؟ پست خیلی تا بعدی گذاشتی، ما واسه 10 شب میذاشتیم ساعت 9:30 گذاشتیم، ویو نخورد. برای مامانت بره پدر سگه بیشتر. ببین اینجوری بار اومدن، این فکر میکنن که به جای اینکه خودشون رو نقد بکنن، به جای اینکه به خودشون، به ذهنشون، به توانایی‌هاشون، به واقعیت وجودشون نگاه بکنن، چون حرفه‌ای شدن و سوال اقتصادی شدن تو مسئله مالی کار میبره. هی نمیتونی شو بگیری بگی بابا این که نمیدونم باباش داشت و این اونجا اینجوری شد، خندیدی. الان این همتون اومدید کانادا، دوستان کانادا چه گوی خوردید؟ همتون دارید تو سوله تو اتاقکای کوچول. من میدونم چه وضعیتیه دیگه. این جوکا نگید. یه بیزینه یه سری آدم میان به این پول میدن که ازش مشاوره بگیرن. یه چیزی هست، چرا نمیخواد شما سوال اقتصادی رو بگید؟ اول یاد بگیرید چیه سوال اقتصادی.
برید جلو ردش کنید. چرا فرار میکنی؟ ما ملت فرار از حقیقتیم. آقا خوب نمیخونه، نه 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 داره، تو سلیقت با من فرق میکنه. آقا اینجوری آقا تو به خدا اون نیستی یا تو امینم نیستی یا نه با موزیک ویدیو میخواد موسیقی رو حل کنه، میاره که موسیقیش دیده بشه. ببین ما آیا همچین سیکلی و توپاک داشته، کوانسی جونز داشته، سینمای کریستوفر نولان داشته، اینا نمیفهمن که چرا این سرمایه های بزرگ در دنیای تجارت جهانی میخوابه واسه یه پروژه های بزرگی. اصلا اینا نمیفهمن که سرمایه گذار به توانایی تو و اون اکسپرتیز، اون تخصص توئه که اعتماد میکنه، نه به وعده وعید تو. یه سری دیگه از آدما هستن که تو عکس بهشون میگن آدمای تو عکس. کل پروفایل زندگیشون اینه که با آدمای موفق عکس بگیرن. یه شب خوب با داش سهیل اقتصادی، یه شب خوب با فلانی، من رضا فرشته صحیح هستیم، یه شب خوب با ساسی مانکن، چه میدونم، یه شب خوب با مثلا دکتر فلانی. اون تو چی بی پدر مادر؟ خامال شغل داره، میگه آقا من خامال آقای استیو جابز هستم، کارم اینه که 7 صبح بلندشم دوش بگیرم، صبحانه میل کنم، برم ایشونو بمالم، انقدر حقوق میگیرم، انقدرم اعتبار دارم، اینجا هم رام میدن. تو چیه؟ تو خامالم نیستی، آدم توی عکس. زیاد از اینا، خیلی زیادن، به خاطر اینکه همیشه سریع ترین راه برای دیده شدن راحت ترین راهه و آدم میگه که آقا من خودم برم به مثل هایده بخونم یا مثل فرانسیسکا گومز سانچز گومز، مثل پاکو دلوسیا ساز بزنم، یا مثل استیو وی، جنگو رای هارت، برم بفهمم دوربین کریستوفر نولان داره چی کار میکنه. میام عربده میزنم، میام جیغ میزنم، شورتمو میکشم رو سرم، میام بیرون بغل این آرتیستا راه میرم، یهو میام تو چشم کارم رو پیشونیم، کیر میکنم رو پیشونیم تا یونیک باشن. یه سریا دارن از این یونیک شدن سعی میکنن که خودشون بیارن به جا برسن. بعد یه نکته وجود داره، به کجا قراره برسیم؟ تهش میخوایم به کجا برسیم؟ ما کی هستیم سهیل؟ ببین اولا 150 سال دیگه هیچ کسی نه تو رو میشناسه، نه منو میشناسه، نه چی ما دوست داشتیم، نه کجا غذا میخوردیم، نه چه ماشینی سوار میشدیم، نه خونمون کجا، هیچ چی از ما نمیمونه، فقط 150 سال. بعد این مثال رئیس النا که واسط زدم، این یه مرد موفقه، تو کانادا زندگی میکنه، سفید پوسته، 69 سالشه، بهت میگم نزدیک شاید 20 میلیون دلار پول داره. ببین صبح از ساعت 7 از خونه میزنه بیرون، میاد تو آفیس میشینه، بعد تو آفیسشون هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ، یعنی این آفیس رو اگه فردا سیل ببره یارو اصلا نمیفهمه سیل برده، فقط تو خونهش میتونه بشینه. و چون از زنش متنفره میاد اینجا، پول اجاره این آفیس رو میده، النا رو استخدام کرده اونجا که تنها نباشه، یعنی اینا همش من که خرک نیستم، النا فقط اونجا میره میشینه که بعد هر روز ساعت 3 در آفیس رو میبندن، میرن نهار، میرن رستوران، این میشینه اونجا مشروب میخوره و غذا میزنه و اینا. النا هم غذا نمیخوره، همیشه به یه زوری اپتایزر واسه النا میگیره، النا هم کلا رو میاره واسه من میخورم. یعنی اصلا اینو میبینم قلبم میلرزه رضا، میگم این موفق است، این کسیه که من و رضا و چند نفر دیگه که تو خیابون میبینن میگن میشه ما بزرگشیم این بشیم، از این کمپانی رفت تو اون کمپانی، از اون کمپانی رفت تو اون کمپانی، همش مال خودشه، این خونه هم داره، اونجا داره میسازه، خونه خودش اینجاست، واو. ولی وقتی میره تو خونه میگه وقتی با زنم میرم بیرون نمیتونم موزیکی که دوست دارم رو گوش بدم چون زنم بهم قور میزنه. یعنی اصلا به فکر کن، خب گفتم از این بدتر داریم. زندگی ها همه این ریختیه، مردم همه تو عکس خوشحالن که تو میگی واقعا، ولی تو واقعیت ها اینه. دنبال خوشحالی باشیم بیبیا. یه چیزی هم که اینجا هست، نمیتونم کامل بهش استناد بکنم ولی وجود داره، کمپانی های بزرگ، سرمایه گذاران بزرگ جهانی از المان غربالگری شخصی استفاده میکنن. اونا میگن مردم یک گله هستن، ما نگاه میکنیم نسبت به خواسته اونی که میتونه داره رو میکشیم میاریم برای پیشبرد
اهداف عالیه برای سفر به کرات دیگر، برای خیلی از داده ها، برای تکنولوژی، برای امور نظامی، برای برنامه نویسی، برای ایده دادن، برای درآمدزایی‌های سنگین و بقیهشون بذار تو افسردگی بمیرن و غوطه‌ور بشن و رجوع بکنن به سایت‌های که منبع درآمدزایی زیادی هست برای ماها و اونجا خودشون رو ارضا بکنن. اصولا نیازی نیست بپردازیم به این که داره تو ذهن اینا چی میگذره و باید چی کار بکنن. مثالش آزمون ورودی برای اصولا تو شرکت راکستار نورس که خیلی از آزمونهاش طوری بوده که یک شرکت سوری درست میکنه با یه لیبل، تو میری کار میکنی اونجا بدونی که بفهمی، بعد 6 ماه میگه میکشتت میبرتت اونجا. اصلا به هیچ عنوان حالتی نداره که تو بری توش کار بکنی و فعالیت انجام بدی. اینا دنبال کسانی هستن که بی چون و چرا و بدون ادعا کارو در میارن. یعنی دنیا داره نشون میده که هدف جذب افراد متخصص به های و هوی کردن اونها و هی کریر نشون دادن و سرتیفیکت نیست. اونا دنبال کسانی هستن که بی چون و چرا میتونن فعالیت کنن و به همه چیشون میرسن، به فشار خونشون میرسن، به همه چیشون میرسن و سعی میکنن برای اهداف عالیه تلاش بکنن که تو هیچ موقع ازش خسته نمیشی. سوال اقتصادی، به نظر تو اگر الان توی ناسا بودی خسته میشدی از زندگیت؟ هر روز یک ابزرو جدید، هر روز یک دیتای جدید، هر روز دنیای اصلا ببین یه حقیقتی آدما فراموش کردن سهیل و بچه‌ها رو مسخره میکنن. آدما انقدر احمق شدن تو دنیا که فکر میکنن این سیویلیزیشنی که درست، این سیویلایز کردنشون حقیقت هستیه. انقدر کودنن، فکر میکنن چون اومدن روی یک شکل کروی که ما روش زندگی میکنیم جاده کشیدن و تیر برق گذاشتن و گفتن چراغ و این رول حرکت کردنه، یعنی حقیقت زندگی اینه. قول ما کی هستیم؟ ما هممون توی یه انیمیشن رویایی مثل یک ذهن یه بچه مثل موموکا هستیم. شما این دنیای بیکران رو نگاه کن، این دنیای ریزذرات رو نگاه کن، انتها نداره. کوارک بعدش چی؟ ویت، باید بفهمیم. کازموس بعدش چی؟ ویت. همه چی حدسه. حتی سیارات از نوری که ساطع میکنن تشخیص میدن که این سیاره گازیه، سیاره سنگیه، این سیاره آبیه، حجمش، نوری که میده این قرمزه، پس یعنی این فاصله رو داره. ما توی یک رویا داریم زندگی میکنیم، ما توی کارتونی ترین گیم دنیا که میتونید تصور بکنین داریم زندگی میکنیم. به خدا شما توی جنگل، من همینو میبینم. به خدا سهیل بابا اصلا این میوه میاد درخت، یه چیز بعد یهو فردا میوه سبز میشه. اصلا اینو بهش فکر بکن. تو کارتون که میبینی یا سبز میشه میگی چه مسخره است. خب دنیا ما همینه، فقط چون که اینو اسلو موشن کرده ما قبولش میکنیم. متاسفم واسه این کاری که دارن با بچه‌ها میکنن. بچه‌ها خود ذات غریزی این مادر آف نیچر هستن. دیدی بچه‌ها چقدر با سگ‌ها ارتباط خوبی دارن؟ سگ میاد لیستشون میزنه. تو بچه رو در آغوش طبیعت بذاری حالش خیلی بهتره تا اون پانسیونی که تو داری درست میکنی. ارتباط بین حیوانات رو نگاه کن. پرنده روی درخت، حیوانی که در حال شکار از روی سطح جنگل به روی درخته، عامل دفاعیشون، عشق بازی حیوانات، رسوندن یک سلول پروتئین رو توی بدن نگاه کن. آره دیدی دست میگیره راه میره. ببین ما در یک کارتون بی نهایت تخیلی داریم زندگی میکنیم و فکر میکنیم جاده‌ای که کشیدیم جلوی خونمون قانون زندگیه و اینا همش کشره. یه سری‌ها هم که فاز یه خورده چیز میگیرن میگن UFO دیدم. خول اون اصلا UFO نیست. منظور از UFO Unidentified Flying Object. چرا اسم میذاری روش خول؟ مثلا کلاغ اون یعنی ما نمیدونیم دقیقاً چیه. دقیقاً یعنی بترس، دقیقاً یعنی کنکاش کن. ولی نمیفهمن که این UFO حتی یعنی چی. این جهان، من عاشق اینم. من عاشق این شدم. اگه به من بگی سوال اقتصادی امروز فرشتی عاشق چی؟ عاشق کی؟ سینه و من
دیدن این کارهای بزرگیه که این بزرگان میکنن و من به عنوان یک حقیر، به عنوان یک کسی که مادرش دوست دختر توه و یعنی حرومزاده است، از دیدن این اتفاقات فقط یک کم لذت ببرم. فقط تا قبل از این که نمیدونم که میخوام تو نمیدونم مردن چیه، قبل از این که حالا هر چی که میخواد برام بشه، میگن نقدو بچ از نسیه رو بلیلش، قبل از این که بمیرم یه خورده بفهمم چی میشه. بابا دارن توی بحث کروموزوم ها، بحث آرن‌ای ها، دارن دنبال این میگردن که طول عمر انسان رو، جلوی پیر شدنش رو بگیرن. ما 100% شاهد این خواهیم بود، نسل‌های بعد ما که دیگه نمیمیرن و به ما میخندن. آدم‌های مورتال، حالا دیگه اونا میشن الف، ایمورتالیتی. آدم‌های نامیرایی که به مرده‌هایی که سر کوشر همدیگه رو از بین میبردن. یعنی من واقعا بعضی اوقات این اخبار رو نگاه میکنم، دختری در کردستان 9 شب دیرتر اومد، پدر او با چاقو گلوی رو شکافت. بنده خدا. من فرار کردم به سوی طبیعت. من یه حرفی رو پس میگیرم. من یک اشتباه بزرگی رو کردم. گفتم چیه سگ میکنید، حیوان خونگی و فلان میکنید و بیسار اینا. صمیمی ترین رفیق من الان که نشان دهنده کارکرد خود مادر آف نیچره، تمام رفتارش، لیست زدنش، خوابیدنش، اینجوری کردنش نشون میده که این جهان چیه. همین سگ من، عشق منه. باورت نمیشه من گوه خوردم این حرف رو زدم دوستان، تو همین برنامه هم زدم، جلوی همین آقا هم زدم، گوه خوردم که این حرف رو زدم. به خاطر اینکه نه سرمو میخواد ببره، نه به خاطر عقایدم میخواد مادرم قضا بهشنی بهت قور نمیزنه، آروم میمیره وقتی داره با عشق بهت نگاه میکنه. قضاش هم میاد با هم میخوره، با هم قشنگ میره پیپیشو میکنه، میاد بغلم، لیسم میزنه و من از نگاه کردن به چشمان پر از احساس اون به مادرم پی میبرم، به مادر آف نیچر پی میبرم. تنها نیستم، استرس و انگزایتیمو میاره پایین. دوستم داره سهیل، دوستم داره. من بعد پدر و مادرم ندیدم کسی توی زندگیم دوستم داشته باشه. ندیدم. خیلی ما دوستت نداریم، الو نه دیگه سندیکا نه تو دوستم نداشتی، تو فکر میکنی دوستم داشتی. دوستم داره، دنبالم میدوه، بهم خبره. عشق حیوان. بعضی اوقات من تخم مرغ میذارم بپزه، بعضی اوقات تخم مرغ میذارم بپزه، آبش تمام میشه، داره میسوزه، میاد پاچه منو میگیره، هاپ بیا عزیزم، بیا مادر زیرینو خاموش کن، مادر دارم حرف میزنه، میشتمم حرفشو. منو ول کنم بیافتم برم توی خیابونا دنبال دختر عموم و اینا که بخوام بگیرمشون و بقیه عمرم ببینم بعد مهریه به این چقدر بدم. ننش دنیا رو ببینیم. بابا چرا ما دنیا رو نمیبینیم؟ چرا ما همش درگیر این خیابون و خط کشی ها هستیم؟ این خیلی زر زدم، ببخشید. نه این همین که گفتی یه دونه یه ورژن دیگه شو بگم. این رفیقم به من زنگ زد، گفت آقا درخت بونسای که این درخت کوچولو این فکر میکرده که این درخت رو خودش کوچولوه، نمیدونه که در واقع یه شاخه رو میگیرن میشکنن میکنن توی خاک، اون برگ میده و دیگه تو نمیذاری بزرگ بشه و تو باید اینو کوچیک نگه داری، برای همینم باید بهش نگهداری کنی. و داشت میگفتش که ببین این درختای بونسای هر کدومشون میتونست یه دونه درخت گنده باشه، ولی به خاطر اینکه یکی داره کنترلشون میکنه همیشه کوچولو میمونه. حالا ببین وقتی یه دوست دختر تو میاد آپشن داره تو رو هی برای پالتو بزنه، یا حالا دوست پسر هی میتونه پروبرگ تو رو بزنه و تو رو کوچیک نگه داره، یا میتونه تو رو اجازه بده گرو کنی. و خیلی از ماها من نوتیس میکنم که متوجه میشم که آدما به همونجوری که تو میگی بچه‌ها رو اینجوری کردن، همش دارن بونسای نگرشون میدارن، در حالی که اینا باید همشون درخت بشن، یا حداقل چند تاشون باید درخت بشن. چند تاشون تو راه درخت شدن باید ضربه بخورن، بشکنن. میدونی
و همش به خاطر این کوچیک و کنترل به اون چیزی که هست نمیرسن. و دارم میگم یه آقایی که اینجا زندگی خوب داره، تو کانادا بود اومده، یعنی مشکلات فرهنگی ما رو نداره، دهاتی بازی های ما رو نداره، دیوونه بازی های ما رو نداره، و این آدم هنوز با زنش مشکل داره تو بهترین جای دنیا، تو بهترین ویو، و با هم یه مسافرت نمیرن. من و النا ماهی یه بار با هم مسافرت میریم، اون سالی یه بار میره و میره داره فقط تو خیلی خوب زندگی ببنده. میکنی. من حالا به ویورات بگم، من هر موقع به سوهل زنگ میزنم داره میترکونه، شو نه پست میکنه اون چیزایی که من میبینم و نه جایی میذاره، من هیچ پست نمیکنم، نه مثلا نمیخواد مثلا به من بگه چیز داره اونجا توی آمریکا، تو لاس وگاس، یه جایی همه داره کار میکنه، یعنی اجازه میده بدنش کار کنه و 100% این اجازه رو داره میده که بدن زنش خوشو خالی کنه، بدن بچهش، ذهن بچه، اینو احساس میکنه، اینو اجازه میده اینا گردش داشته باشن، یعنی یک حالت به اصطلاح اکوسیستم داشته باشن. یه روز باید بارون بیاد، یه روز باید برف بیاد، یه روز باید خوش باشه و اینا رو لمس بکنن. حالا نسبت به اون آپشنایی که داره، خب خیلی بحث لاس وگاسش نیست، حال کردنه این مدل نیست. حالا فکر نکنید مثلا توی یه هتل چیز داره حال میکنه، آقا اونجا داره زندگی میکنه، مسافرتش اونجاست. شما برو دوات بغلیتون، شما برو کوه، پول ماشین نداری، راه برو، صبح زود بلند شو پیاده روی کن، یون بره، بابا کیف کن از زندگی و فقط یه کاری بکن تو زندگیت بقا داشته باشی، برده این کسایی که به قول تو قیچی میکنن نشو. به اندازه کافی خانواده های ما و این اتیک مسخره جهانی ما رو به قول چه مثال خفنی زد، ما رو بونسای کردن. بهتره که این ظرفه رو بشکنیم و چیز بکنیم. من بعضی اوقات که سوهل چند لذت داره با تو حرف زدن، عشق منی قربون، خیلی من تنها، چون من با بقیه آدم‌ها رو که یا باشون فایت دارم میدم یا بحث گیم و ایناست. حرفم این بود که من بعضی اوقات که حالم بد میشه، خیلی من اینجوری میشم، خیلی زیاد میذارم پرواز عقاب رو نگاه میکنم و سعی میکنم ازش یاد بگیرم، به خاطر اینکه اون موجود زنده است و اون موجود تصمیم گیری داره. وقتی یک موجودی زنده هست و قدرت تصمیم گیری داره، پس چیزی برای ارائه داره، حتما نیاز به کانشسنس نیست. شما میتونی از رفتار یک حلزون یاد بگیری، مصیبت‌های زندگی رو درک کنی، خطراتی که توی زندگی اون هست و لحظات شادی که داره. هضم کردن غذا تو دهن ما رو نگاه میکنم و سعی میکنم یاد بگیرم و اینا به شدت جالبن. من خیلی علاقه داشتم به ویرچوال ریالیتی و ویرچوال ریالیتی دارم میزنم و رفته بودم برای خودم توی حالتی بعدم قول بلنش برو بیرون، ویرچوال ریالیتی بیرونه. ویرچوال کی میگه ویرچوال نیست؟ حالا تو بگو اصلا ویرچوال چیه؟ اصلا بود و نبوده ویرچوال چیه؟ به این قسم ایرانی‌ها، به جان مادرم هیچ کسی نمیتونه بگه ما چی هستیم، کی هستیم، کجاییم، چی کار میکنیم، چرا و پسش چی. تا الان به جان مادرم دوستان که دارید نگاه میکنید، پس هر چیزی که دوست دارید اسمش رو بذارید. اگر خود دین یک بازی زیباست، دیندار رو میبره در حالت نرمالش، نه که طرف مشکل داشته، میبره تو یک رویای برای خودش. من اون رویاها رو دوست دارم زندگی کنم، دوست دارم هرچه نزدیکتر لمسشون کنم. واقعا تجربه کردنش آدم متوجه میکنه، مثل سگی که من الان دارم، مثل مثالی که سهیل زد. من توی 7 سالگی این کار کردم، بهم میگه ببین تو نمیفهمی، هرچی بهت بگم به خاطر اینکه دوزی از اکسپریانسه که تا لمس نکنی متوجهی که نمیتونی به دیگران بگی. منم تا قبل از اینکه این محیط برام نبود، قبل از این نگرشم نمیفهمیدم. تمام زندگیم این بود که عید بشه، مامانم پول بده با بابام، بریم لباس نو بخریم، کتونی نو بخریم، بریم خونه عمه خراب شده و فلان و اینا، یادم باشه که مزور ندارم و توی آجیل پستشو نخورم بمونه. همتون
دوست دارم زندگی کنم، دوست دارم طبیعت رو لمس کنم و هرچه بیشتر از این محیط اینداستریال خط کشی شده بردگی نوین جهانی خارج بشم و از مزیتاش استفاده کنم، از اون تکنولوژی استفاده بکنم که الان با سهیل دارم حرف میزنم. چی بهتر از این؟ ولی نه اینکه مجذوب ذوب آهن و فولاد بشم و از ذات خودم دور بشم. ذاتی که به شدت تکنولوژیش بیشتر پیشرفته. تکنولوژی یک درخت پیشرفته تر سهیل یا تکنولوژی تسلا؟ درخت. تموم شد. بحث اینه که ما بهش چی میگیم. کاملا حرفت درست بود. درخت، اون آوندها، اون کشیدن آب از ریشه به بالا، اینی که درخت‌ها زیر خاک به هم دست میدن، با هم صحبت درخت‌ها ریشه‌هاشونو قرص میدن. آفرین به سمت نور خم میشن. اگر به یکیشون آب نرسه ریشه‌شونو میفرستن سمت اون تا به اون آب برسه. حتی دفاع میکنن درخت‌ها و کل این زندگی که ما داریم از نظر من هر چیزی که هست به زیبایی هر ثانیه و لحظه هدیه است. صحبت من با تو یک هدیه است. اصولا دوست ندارم در این بیگ ایمیج به این بپردازم که چطوری علاوه مالی خار سهیل رو یا سهیل به این فکر کنه که علاوه مالی چطوری خار اینو به این فکر کنم که چند تا فالوور دارم و اون مادر دیگه چند تا فالوور داره و فلان و اینا و چیکار کنم، چه لباسی بپوشم میرم فلانجا بهم احترام بذارن، چطوری رفتار بکنم که چون آدما نه تنها در غرق در مورالیتی بودن اشکالی نداره، ولی غرق در اتیک بودن از نظر من اشکال داره، چون اتیکی وجود نداره. قراردادها رو لطفاً اصل نکنید. خطکشی‌های خیابان رو برای ما زندگی نکنید. ما موجود زنده هستیم، گوشت و پوست هستیم، مثل همین سگ، مثل همین پرنده، و کاش بیشتر مثل سگ رفتار کنیم. دارم آرزو میکنم. دمت گرم بیبی، واقعا خیلی واقعا لذت بردم با صحبت کردم. خالی شدم با صحبت کردم. مرسی. من کاری به ویورت ندارم. خیلی حال میده با تو حرف زدن. هر موقعی که باهات حرف میزنم این حسو دارم، بعدش که میرم میگم دفعه بعدی مثلا شاید انقدر حال نده، ولی هر موقعی که باهات حرف میزنم احساس میکنم باید بیشتر حرف بزنم. واقعا مرسی. منم ممنونم. فکر میکنم مثلا اوکی 20 دقیقه با رضا حرف میزنیم، حال میکنیم، با رضا فرشته 20 دقیقه صحبت میکنیم دیگه. آره اصلا میگم چی بگیم، شما اصلا هماهنگ نمیکنید. آره بعد اولش چیزی نگاه میکنم یه رو بدیم حرف نمیکنم، نگاه کنم شده 3 دقیقه، میگم ای بابا من که هر چی میخواستم بهش بگم گفتم شده 3 دقیقه. بعد دفعه بعد که نگاه میکنم میگم 1 ساعت و 12 دقیقه و 43 ثانیه. دمت گرم که مرسی. خیلی هم از من سوال میپرسن که بعضی موقع رضا حرفایی میزنه که ما از شناخت تو میدونیم که تو احتمالاً اینو دوست نداری یا دوست داری. خواستم بگم که اولا که ما کور نیستیم، پوینتتون رو میخونیم. آخرین قیام و هیاهوی کشوری به اسم زن زندگی آزادی بود. این قسمت آزادیشو خود توجه کنین، به همه بدین. منم همونجوری که همه آزادی میخوان دارم میخوام با اون کسی که بهش شخصیتش ارزش واسه من داره باهاش دوستی داشته باشم. واسه همین هیچ وقت دخالت نکنین تو کار بقیه. شما دوست ندارین کار رضا نگاش نکنین، همه جا بلاکش کنین. این ویدیو رو هم نگاه نکنین. جاکس. سوء اقتصادی